خانم دکتر تا حالا ترکیب اف اوژه با جزئی رو دیده بودی؟ بله. جدا دیده بودی؟ بله. من مطمئنم ندیدی. به اینجا نگاه کن. اومده یه دونه اف داده، ژ داده، جزء صحیح اف اوژه رو میخواد، تازه به ازای ایکس ژ او اف منفی 5/3. یعنی دیده بودی شبیه؟ بله. خیلی خوب. حالا الان یه جواب بده. اگه جواب دادی یعنی کار درسته. ببین من اول میخوام اینو حساب کنم. خب یعنی بیام بگم آقا ایکس من هست ژ پرانتز اف منفی 5/3. قبوله؟ خب تو که بلدی بگو ببینم اف منفی 5/3 چنده؟ منفی 5/3 کدوم ضابطه است؟ پایینی. خب با دو جمع چی میشه؟ میشه 1/3. خب قبول. پس این شد 1/3. بعد شد ژ 1/3. خب ژ 1/3 چنده؟ اینجا ضابطه پایینه دیگه. 1 رو x میشه 3. تمام. یعنی آقا x من الان در اومد چند؟ 3. حالا حاصل این عبارت رو به ازای x3 میخواد. تازه داستان شروع شد. میشه جزء صحیح f ژ 3. قبوله؟ بله. خب یه جزء صحیحشو ببندیم. خب الان باید اول چی رو حساب کنم؟ ژ3. خب ژ3 به نظر چند میشه؟ ژ3 ضابطه بالای دیگه. بله. میشه 9 منایک میشه 8. خب حالا f8 هم که بازم ضابطه بالایه. 8 و 3 11 شد جزء صحیح رادیکال 11. به نظر رادیکال 11 حدوداً چنده؟ 3 و خورده ای. خب بس 3 و خورده ای جزء صحیح چنده؟ 3. یعنی گزینه 2. ولی بازم مطمئنم ندیده بودی، ولی باش قبول میکنم.